آقا میخوام برم توی آب. میکروفون تو روش‌های مختلفی وجود داره که بخوای قاچاقی بیای اروپا، چه از طریق زمینی یا از طریق هوایی، از راه دریایی. بدم. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. بچه‌ها خیلی‌ها تو کامنت‌ها اینا به من گفته بودن که در مورد مهاجرت به بلژیک و این چیزا هم یه ویدیو درست کن. تو این ویدیو میخوام در مورد مهاجرت به بلژیک صحبت کنم و راه‌های اومدن و کلاً زندگی توی بلژیک. ادامه ویدیو رو با هم باشید. بچه‌ها سلام، خیلی خوش اومدید دوباره به ویدیوی جدید. بچه‌ها من دوباره امروز یه روز گرمه اومدم توی جنوب بلژیک. اینجا ماشین رو پارک کردم کنار جاده. بعد چون که اینجا یه جای خیلی خوب پیدا کردم، الان دما تقریبا 30 و چند درجه است. خیلی هم هوا گرمه. بذار از خیابون رد شم. این کوه رو می‌بینید پشت سر من، خیلی باحاله. خب بذار اینوری بگیرم شما هم ببینید که من کجا دارم میرم. چون اولا که این طرف ببینید، من رفتم اون پایین، میخوام برم توی این آبه از شدت گرما. خب آقا خوبی، این چه خبرها؟ اینجا تقریبا 1 ساعت و 45 دقیقه از آنتورپن دوره، یعنی از شهر ما. منم اومدم توی جنوب بلژیک. معمولا جنوب بلژیک همش جای قشنگ داره، بالا هیچی نیست. بذارم از اینجا باید برم پایین. نگاه کنین، اینجا اومدم. بذار نشون بدم. می‌بینین آبش هم زلاله. این نمای این طرفش، این هم این طرف. یه پل هم اونجا هست، می‌بینین؟ خب آقا بذار از این آب رد شم، برم روی این سنگه بشینم. خب آقا همونجوری که می‌بینید من اومدم توی جنوب بلژیک. امروز هوا خوبه، در واقع گرمه، واسه همین اومدم کنار آب و گفتم که راجع به همین موضوع مهاجرت هم باهاتون صحبت کنم. خیلی سریع برم سر اصل مطلب. ببین خیلی راه‌ها، چند تا راهی که من میشناسم و همه هم میدونن و اونا رو سریع مرور میکنم باهاتون. ببین یه راهی که خب حالا من اصلا پیشنهاد نمیکنم که اولا که اومدن به اروپا راه قاچاقیه، که من اصلا میگم پیشنهاد نمیکنم این روش رو خیلی‌ها، ولی حالا اومدن و میان تا جایی که من میدونم هم در حال حاضر مثلا روش‌های مختلفی وجود داره که بخوای قاچاقی بیای اروپا، چه از طریق زمینی یا از طریق هوایی، از راه دریایی. حالا این راهی که اکثرا میرن، حالا مخصوصا اونایی که از ایران و افغانستان میان، مثلا میان از راه ایران میان ترکیه زمینی یا هوایی، بعد از ترکیه هم از اون با قایق حالا میان یونان یا میرن ایتالیا و بعدش خب میان اروپا. و این خیلی سختی‌های خودشو داره، یعنی واقعا خطر مرگ داره، خطر دزدیده شدن داره، هزار تا بلا ممکنه سرت بیاد. من اینو اصلا پیشنهاد نمی‌کنم، چون که واقعا یعنی یه جورایی باید جون تو بذاری روی کف دستت و بیای سمت اروپا و نمیارزه واقعا، یعنی اینقدر نمیارزه که به خاطرش جونتو در خطر بندازی. اینو خیلی پس من سریع از روش رد میشم، چون که میگم مسیر خوبی نیست، ممکنه جونت از دست بدی و اصلا پیشنهاد نمیشه. این از این. مسیر راه دومی که واسه اروپا اومدن هست که یه کمی مال خیلی افراد خاصه، از طریق سرمایه‌گذاریه. یعنی شما خیلی پول خیلی زیادی اگه داشته باشی میتونی از طریق سرمایه‌گذاری اینجا توی اروپا بتونی درخواست اقامت کنی، اونم به شرط اینه که ملک بخری و اینا. و واقعا هم خیلی درآمد زیادیه، تقریبا فکر کنم 400,000 دلار اینا مثلا تا جایی که من شنیدم باید داشته باشی تا حالا بتونی اینجا یه ملک بخری، بعدش هم 400,000 دلار. خب من فکر کنم اگه شما 400,000 دلار داشته باشین، همون تو هر کشوری که هستین، ایران یا افغانستان، بهترین جا واسه زندگی، اصلا لازم نیست سمت اروپا بیان. خب این از این راه که فکر می‌کنم مخاطبین ما و مخاطبین من، کسایی که دارن این ویدیو رو می‌بینن، که اصلا به درشون نخواهد خورد. این از این، از طریق سرمایه‌گذاری. از طریق کار گزینه بعدیه. شما باید یه شرکتی رو پیدا کنین اینجا توی اروپا که اون شرکت به شما نیاز داشته باشه، به حرفه شما، که بعد واسه شما دعوتنامه بفرسته و تو شما رو از طریق کاری درخواست بده که شما بیاین اینجا.
خیلی بچه رک بهتون بگم، رک و پوسکنده، این روش خیلی روش سختیه. چرا؟ چون که اگه شما حرفه و فن خاصی بلدین فقط این روش به درد شما میخوره و اگه نه به درد نمیخوره. چرا؟ مثلا مثال میزنم، مثلا یکی خیاطه، مثلا یکی قصابه، یکی نمیدونم پرستاره، نمیدونم یکی چیه. خب ببین این چیز یه فنی نیستش که ما اینجا توی مثلا بلژیک تو اروپا واقعا نیاز بهش داشته باشیم یا نداشته باشیم که حالا بخواد یه شرکتی شما رو مثلا از توی اونجا یا ایران یا افغانستان بلند کنه بیاره اینجا که مثلا ما چون این نیرو رو نداریم. یعنی یه حرفه‌ای نیستش که خیلی خاص باشه که اینجا آدم واسش واقعا نداشته باشیم، پیدا نکنیم. اما اگه یه مدرک خیلی خوبی دارید، مدرک حالا پرستاری، دکتری، نمیدونم مهندسی، فنی، یه مدرک فنی که واقعا نیاز کار واسش اینجا وجود داره و یه شرکت واقعا به یه آدمی چنین چیزی به این حالتی نیاز داشته باشه، این روش خوبیه. ببین شما مثلا اگه یه شرکت کسی باشه که یه شرکتی داشته باشه و یه نفر فنی رو لازم داشته باشه، مثلا حالا تو هر زمینه‌ای، اگه درخواست بده به دولت اینجا که من مثلا فلانی رو میخوام که مثلا تو ایرانه با این مدرک میخوامش بیارشم اینجا، دولت بررسی میکنه این کیسو، نگاه میکنه ببینه آیا ما خودمون توی این کشور خودمون یه کس دیگه ای رو با این مشخصاتی که این آقا که شرکت داره این آقا رو میخواد بیاره، آیا خودمون تو کشور خودمون نداریم؟ اگه نداشت با این ویزا موافقت میشه، اگه داشت میگه اونو نمیخواد بیاری، اون واسه ما هزینه داره، فلان داره، چیکار داره، همین مثلا فلانی رو بگیر، اینجا یکی هست، ما مثلا تو کشور خودمون تو فلان شهر با چه مشخصاتی داریم، چون اینجا همه چی ثبت دیگه، هر کسی با تمام رزومش و اینا، میگه اینو بگیر، لازم نیست اونو بیاری. پس باید حتما تو این زمینه شغلی و کاری اگه میخوایم بیایم، باید اون شغلی که اینجا در واقع مدرکشو دارین اینجا کمیاب باشه و کسی نداشته باشه اونو، یا حداقل کمیاب باشه اینجا نیاز داشته باشن بهتون که بتونه از این راه بتونی بیای. من تا جایی که میدونم پرستاری مثلا یکی از چیزایی که خیلی اینجا فکر کنم نیاز دارن، پرستارها میتونن همیشه از طریق حالا شرکت‌ها و اینا از این راه اقدام بکنن. یه چند تا روش دیگه هم هست، اونا رو هم بهتون میگم توی ادامه ویدیو. آقا میخوام برم توی آب. جاتون خالی. هوا هم خیلی گرمه دیگه، واقعا باید رفت تو آب بچه. بچه من همین الان که رفتم تو آب اصلا حواسم نبود میکروفونم رفته بود زیر آب و فکر کردم سوخته. ولی خدا رو شکر نسوخته دیگه. حواسم باشه دستم بگیرم که چیز نشه، دوباره نرم زیر آب. بچه این شهرها یا همین روستاهای کوچیک پایین بلژیک اینا اکثرشون فرانسوی زبانن، بعدم حالا جای ما که هلندی زبانه، اینا فرانسوی زبانن، آلمانی زبان هم هستن، یعنی آلمانی هم بلدن، چون اینجا یک کم دیگه بریم میرسی به آلمان، حدود نیم ساعت دیگه، یعنی هم آلمانی هم فرانسوی بلدن، ولی خب بیشترشون انگلیسی هم صحبت میکنن. حالا اینجا خیلی زندگی آرومه نسبت که ما بالا هستیم، خیلی مثلا اینجا کار و بار و اینجا نه زیاد کارم نیست، اینا اکثرا کسایی که اینجا هستن آدمای مسن‌تری هستن که توی مناطق زندگی میکنن، حالا دیگه از قدیم اینجا بودن و همینجا هنوز دارن زندگی میکنن. حالا من الان میرم یه لحظه فقط اینجا وایسادم ببینم اینجا چجوریه، میخوام که یه جایی پیدا کنم یه چیزی بخوریم گشتمون. بچه‌ها منتظرن که پیتزام حاضر بشه. یه پیتزای مارگاریتا سفارش دادم با یک کولا، شد 11 یورو و نیم. آقا پیتزا حاضر شد. من پیتزا رو گرفتم که برم اونجا بشینم بخورم اونجا، چون جای خودشون گرمه. بذار نشونش هم بدم، خیلی هم خوشمزه دیده میشه. بریم اونجا خنک‌تره، اون سایه بشینیم. خب بچه‌ها راه بعدی، راه به نظر من که فکر میکنم که بهترین راهه و خیلی‌ها میتونن از این راه اقدام بکنن واسه اینکه بیاین اروپا و مهاجرت بکنین،
در واقع از راه دانشجوییه. به نظر من راه دانشجویی الان خیلی ها رو آورده و داره میاره و شما هم باید اگه میخواین که بیاین وارد اروپا بشین این راه رو امتحان بکنید. چیز تا جایی که من اطلاع دارم بچه‌ها اینه که شما باید آیلتس بگیرین اولا، یعنی آیلتس باید قبول بشین، امتحان آیلتس بدین و بعد اپلای کنین توی دانشگاه اینجا و یعنی تا جایی که من میدونم خیلی ها اینجوری اومدن. فقط کافیه که آیلتس بدین. حالا تو ایران فکر میکنم جدیدن توی ایران دیگه آیلتس برگزار نمیشه، باید برین ترکیه آیلتس بدین و یا آنلاین. یه چنین تغییرایی اومده فکر کنم از چند سال پیش، قدیم که اصلا راحت بود. آیلتس رو بدین، بعد آیلتس رو که دادین، بعد با مدرک آیلتس حتی با 6.5 و 7 آیلتس لازم هم نیست حتی 8 و 9 باشه، با 6.5 7 من میشناسم که اومدن. آیلتس رو بدین، بعد با آیلتس توی یکی از دانشگاه بلژیک مثلا آنتورپ، دانشگاه گنت، دانشگاه بروژ، دانشگاه بروکسل میتونین درخواست بدین. خیلی هم یعنی راحته و میخوان، یعنی قبول میکنن با ویزای شما. کل این مسیرم فکر کنم یک سال و نیم بیشتر کار نداره. از لحظه که شروع کنین به اقدام کنین به کاراتون، به شرطی که آیلتس داشته باشین. و تنها راه چیزش اینه که یا یک کسی رو داشته باشین. شرطش رو میخوام بگم، وقتی اپلیکیشن میفرستین واسه اون دانشگاه، یا باید یک کسی رو داشته باشین تو این کشور که برین جای اون، که اینجا هیچ پولی اصلا نمیخواد. میگه من مثلا مدت تحصیلم حالا 1 سال یا 2 ساله جای فلانی میمونم. یا باید تا جایی که من میدونم 10,000 یورو اینا حدوداً 10,000 یورو داشته باشی که بگه این مثلا موقعی که من میخوام درس بخونم توی این مدت این پولو بذاری تو حساب اینجا، تو حساب اینا بلوکه کنی که یعنی خرجمو اینو دارم، مثلا واسه این مدت که اونجا میخوام درس بخونم این 10,000 یورو رو دارم. پس شما 10,000 یورو داری، به شرطی که کسی نداشته باشی، یه فامیلی، چیزی، دوستی، آشنایی. اگه چیزی که داشته باشی که میگی جای اون میمونم و خرجم با اونه که اصلا پولم نمیخواد تازه، یعنی یه گزینه‌ای داره که میگه که من یه کسی دارم اونجا، میرم جای اون، خرجم اون میده، اینجوری که اصلا همون 10,000 یورو هم نمیخواد. ولی شما اگه کسی ندارین میتونین بگین که خب من 10,000 یورو میذارم تو حساب دانشگاه، بعدش اپلای میکنین، قبول میشین، میایین اینجا، بعد همون دانشگاه بهتون پس میده هر ماه واسه خرج و مخارجتون. حالا پاتون که رسید به اینجا سریع باید دنبال کار بگردین. یعنی از درس رو حتما باید پاس بشین، چون که اصلا اون ضامن موندنتونه، تمدید اقامتتونه. ولی به غیر از اون حتما باید دنبال کار بگردین و به نظر من خیلی راحت میشه کار پیدا کرد اینجا. یعنی یک کمی حالا جا بیفتی بعد 6 ماه اینا میتونی تو اون حوزه یا حوزه دیگه حتما، این تو حوزه درس میخونی یا حوزه دیگه حتما کار پیدا بکنی. کارو که پیدا بکنی یعنی باید اصلا چیزی تو، یعنی راهی ندارن که اقامت شما رو هی تمدید کنن. چند بارم اقامت تمدید بکنی دیگه میتونی اینجا اصلا درخواست بدی که واسه همیشه بمونی. به نظر من این روش که همون روش دانشجوییه که خیلی ها میان و دارن میان و انجام میدن، بهترین راهه واسه کسایی که میخوان یه مسیر امن رو بیان، یه مسیری که حالا اولش شاید یکم سختی داشته باشه ولی بالاخره شدنیه و میشه که این کار انجام بدید. در نهایت امیدوارم همه شما، هر کسی که دوست داره که بیاد اینجا حتما این اتفاق واسش رقم بخوره. چرا؟ من فکر می‌کنم که همونجور که من خودم مهاجرت کردم، من فکر می‌کنم هر کسی اگه از جایی که هست راضی نیست و مهاجرت نمیکنه، این گناه خودشه در واقع، یعنی مشکل خودشه. چرا مهاجرت نمیکنی؟ اگه خدا هم حتی توی قرآن فکر کنم توی آیه هست که زمین و خدا وسیعه، مهاجرت کنین، اگه راضی نیستین مهاجرت کن، اگه راضی نیستی از شرایط مهاجرت کن. بله خب یکم سختی داره، یکم بالا پایینی داره، ولی این کارو به نظر من میارزه که انجام بدین. ولی خب حالا اگه راضیین که حالا دوست دارین با هر شرایطی باشین، به نظر من اونم مشکل نداره. شما مثلا تو هر شرایطی حالا اگه راضی هستین دیگه دلیلی نداره. یعنی همه مهاجرت هم واسه همه نیست. اینم بهتون بگم که بچه‌ها مهاجرت یه چیزیه که واسه بعضی میسازه، واسه بعضی نمیسازه. خب دیگه اینم از این راه دانشجویی بود که به نظر من راه خوبیه و حالا یه جور راهیه که شاید همه کسی بتونه این راهو حداقل امتحان بکنه. رو توی نقشه پیدا کردم، بعد یه لوکیشن خیلی باحالی که تو جنگله.
بچه‌ها تو این لوکیشن خیلی باحال و زیبا میخوام ویدیو رو تموم کنم. خیلی جای باحالی داره، بارون هم میاد، فکر کنم صدای بارون هم میشنوید. امیدوارم اطلاعاتی که بهتون دادم مفید بوده باشه. تا جایی که بتونم میخوام که اطلاعات خیلی خوب و مفیدی توی این چنل به شما بدم، اطلاعات خاص و صادق و کاملا بدون وقت تلف کردن و خیلی بیریا. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته بودین. بچه‌ها لایک کنین، اگه ساب نکردین ساب کنین. هر موضوعی خاصی که میخوایم بازم من راجع به اون ویدیو درست کنم حتما توی کامنت ها بنویسین، من حتما راجع به اون ویدیو درست میکنم. روز و شبتون خوش، مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی خداحافظ، مواظب خودتون باشین. love you bye.